در روزگاری که هنوز زمین خاموش بود و آسمان بینام، نخستین انسان از دل خاک برآمد، کیومرث. او با پیکری از خاک و جانی روشن بر پهنه جهان پای گذاشت و بر همه موجودات از جانور و پرنده تا دیو و پری فرمان راند. در کوه و دشت خانه داشت، پوست پلنگ بر دوش میانداخت و بی همتا بود. خود زندگی او راز آفرینش را در دل داشت. روزی که چشم از جهان فرو بست، از وجودش نطفه‌ای به جای ماند. نوری که خورشید آن را پالود و خاک در دلش نگه داشت. 40 سال گذشت تا در میانه پاییز از همان خاک گیاهی سر برآورد. 2 ساقه ریواس در هم تنیده که رفته رفته به انسان بدل شدند. یکی را مشی نام نهادند و دیگری را مشیانه. 50 سال با هم زیستند و پس از آن نسلشان آغاز شد. فرزندانی که نسل به نسل گسترش یافتند. یکی از نوادگان آنان سیامک بود و همسرش نساک. از پیوند آن دو دختری به نام فراواکین و پسری به نام فروک به دنیا آمدند. نسل آنها گسترده شد تا جایی که از دلشان هوشنگ زاده شد و از هوشنگ نژاد ایرانیان پدید آمد. کیومرث 3 همسر برگزید: سپندارمز، ایلده و مشی. از میان فرزندانش سیامک را بیش از همه دوست داشت. جوانی شجاع با چهره‌ای دلنشین. اما در پس این آرامش دشمنی تاریک در کمین بود: اهریمن. او فرزندی داشت که مانند گرگی سترگ و نیرومند بود، به نام خضروان دیو. اهریمن سپاهی از دیوان فراهم کرد تا فرمانروایی کیومرث را براندازد. کیومرث از این توطئه بیخبر بود، اما چون خبر به سیامک رسید، لباسی از چرم پلنگ بر تن کرد و بیدرنگ به میدان رفت. در نبردی خونین با خضروان دیو روبرو شد. 2 تن در دل میدان درگیر شدند. سیامک دلیرانه جنگید، اما خضروان با چنگالهایش پشت او را شکافت و پسر کیومرث را به خاک افکند. زمین از فریادها لبریز شد، جهانی در سوگ سیامک. کیومرث بر مرگ فرزند سوگواری کرد، اما هنوز شعله امیدی در دلش زبانه می کشید. نوه‌اش هوشنگ راه پدر را ادامه داد. کیومرث سپاهی از جانوران، پرندگان و پریان فراهم کرد. نبردی سخت در گرفت. هوشنگ دلیر و خردمند در دل تاریکی درخشید و سرانجام خضروان دیو را شکست داد. خون پدر را ستاند و دیوان را به عقب راند. پس از درگذشت کیومرث، هوشنگ بر تخت نشست. جوانی از تبار نور و عقل. او با دلی آرام و دستی توانمند کشور را به سوی نظم و آبادانی برد. همسرش گوزنگ زنی بود دانا و توانا که در ساختن آینده‌ای نو کنار او ایستاد. روزی در دل کوه هوشنگ سنگی به سنگ دیگر کوبید. جرقه‌ای جهید و آتشی شعله کشید. آن لحظه راز بزرگی بر انسان گشوده شد. او نخستین کسی بود که آتش را شناخت و آن را به مردم آموخت. آتشی که گرما بخشید، روشنی آورد و ترس را از شبها زدود. مردم به دور آتش گرد آمدند، آواز خواندند و به هم نزدیکتر شدند. از آن پس آتش نماد زندگی و فرهنگ شد. هوشنگ تنها پادشاه نبود، نخستین آموزگار انسان هم بود. او قبایل پراکنده را گرد آورد، دامداری را گسترش داد، کشاورزی را رونق بخشید و با ساخت ابزارهایی از آهن گامی بزرگ به سوی تمدن برداشت. مردم او را نخستین آهنگر خواندند، اما نقش او فراتر از این نامها بود. هوشنگ به مردم آموخت چگونه خانه بسازند، با گل و چوب، با صبر و دقت. از پوست و پشم لباس فراهم کردند و برای نخستین بار با فندگی آغاز شد. آنچه روزگاری در دل طبیعت پراکنده بود به ساختار یک جامعه بدل شد.
اما آرامش همیشه پایدار نمی ماند. دره سیاه جایی دور به میدان جنگی تازه بدل شد. دیوانباز آمدند، خشمگین و ویرانگر. این بار هوشنگ نه فقط با شمشیر که با تدبیر جنگید. بسیاری از یارانش جان دادند، اما پیروزی از آن انسان شد. تاریکی به عقب رانده شد و روزگاری نو آغاز گردید. پس از هوشنگ تاج و تخت به طهمورث رسید. شاهی آرام، اندیشمند و دوراندیش. او فرزند دانایی بود و دانایی را سلاح خود ساخت و با زنی از خاندان نیکان ازدواج کرد. شهراسپ که وزیری خردمند و وفادار او بود، همواره راهنما و همراهش بود. در روزگار فرمانروایی طهمورث، دیوان بار دیگر سر به شورش برداشتند. اما این بار سرنوشت راهی دیگر برگزید. طهمورث با قدرتی کم نظیر سپاه دیوان را شکست داد و آنان را اسیر کرد. طهمورث با دیوان پیمانی بست: اگر زندگی می‌خواهید، دانشتان را به انسانها بسپارید. دیوان پذیرفتند و نخستین واژه‌ها، نخستین الفبا، نخستین خطوط از دل تاریکی بیرون آمد. از آن پس نوشتن آغاز شد و یادها دیگر فراموش نشدند. سخن بر سنگ رفت، روی چرم نشست و به دفترها راه یافت. تمدن نوشتاری از همین نقطه پا گرفت. شاه از این پیروزی بهره برداری بزرگی کرد. مدارس ساخت، موسیقی را رونق داد، صنعت و هنر را گسترش داد و زنان و مردان را به دوختن و بافندگی راهنمایی کرد. با فرمان طهمورث نظم از کوه و بیابان به دل شهرها رسید. دیگر نه تنها شکار که آموزش و کار ارزشمند شد. مردم نوشتن آموختند، سخنهای بزرگان را حفظ کردند و آرام آرام فرهنگ به ریشه‌های عمیق‌تری دست یافت. پس از طهمورث نوبت به جمشید رسید، پادشاهی بی همتا که سرزمین ایران را به اوج رساند. او مردی بود روشنفکر، هنرمند و پر از شور ساختن. برای پیوند قبایل و آرام کردن دشمنی‌ها با زنان بسیاری ازدواج کرد، اما دلش بیشتر با یکی آرام می گرفت: شاه پریچهر. جمشید نه تنها تاج پادشاهی بلکه مشعل دانایی را هم در دست گرفت. در زمان او ساخت و ساز به اوج رسید. بناهای عجیب و شگفت ساخته شد که بعدها مردم از آنها با نام عجایب هفتگانه جمشید یاد کردند. چراغی که بیروغن می‌سوخت، بربطی با دسته‌ای لاجوردی که چون باد بر آن می‌وزید و نغمه‌هایش درد را شفا می‌داد، صراحی که شراب‌های رنگین می‌جوشاند، گنبدی که ارواح را نشان می‌داد، نیکان در نیمه سفید و بدکاران در نیمه تاریک، مرغی که حتی خورشید هم بر آن سایه نمی‌افکند، مگس‌های زرین که صدای پرشان زهر را از بدن انسان بیرون می‌بردند، رودی با تاقی میانی و تندیسه داوری که دروغگویان را به درون آب می‌کشاند. جمشید در اوج شکوه تختی از طلا و گوهر خواست. دیوان سیاه که هنوز مطیع بودند آن را بر دوش کشیدند و شاه همچون خورشید در آسمان درخشان بر آن نشست. مردم گرد آمدند، شادی کردند، گوهر بر سرش پاشیدند و آن روز را نوروز نام نهادند، روزی برای ستایش فر ایزدی و آغاز سالی نو. اما این فر آسمانی چیزی نبود که بتوان بی پایان نگهش داشت. غرور آرام آرام در دل جمشید رخنه کرد. خود را بالاتر از خدایان دانست و نور مقدسی را که همراهش بود را از یاد برد. در همین دوران ضحاک پا به میدان گذاشت، مردی سیاه دل با 2 مار بر شانه. وحشت از چهرهش میبارید. در نبردی سنگین جمشید شکست خورد، فر ایزدی از دست رفت و دوران سیاهی آغاز شد. جمشید همان که شکوه را به جهان آورد در پایان تسلیم شد، نه به شمشیر بلکه به غرور.